اول یه نکته مربوط به انتگرال کسری، انتگرال های گویا یا کسری. نه این جدید الان دارم درسشون میگم. این عمق فاجعهش چقدر زیاده نمیدونه که مثلا من تا کجا گفتم. این چیه اصلا؟ محمودی فر مرد زنه؟ خب ببینید بحث انتگرال های کسری بفهمید همیشه به این صورته که یک انتگرالی است به صورت کسر، صورت یک چند جمله‌ای، مخرجم یک چند جمله. dx. به این انتگرال ها میگیم انتگرال کسری. مثلا چی؟ انتگرال آی مساویه با انتگرال بچه ساعت قبلی چی گفته بودیم؟ x به توان 3 منهای x منهای 1 به روی x به توان 2 منهای 1 dx. اگه دوستان دقت داشته باشن الان اینجا صورت x منهای 3x منهای x منهای 1 چند جمله ای است از درجه چند؟ 3. مخرجم یک چند جمله ای است از درجه چند؟ 2. خب پس این از نوع انتگرال های چیه؟ کسری و گویا. درست شد؟ خب بچه‌ها دارم صفحه رو میارم پایینا، پشت بند من بنویسید، عقب نیفتید. برای حل انتگرال کسری عموما چند تا گام باید طی بشه. گام اول، در گام اول باید صورت کسر به مخرجش چی بشه؟ تقسیم بشه. همیشه باید درجه صورت از درجه مخرج چی باشه؟ اکیداً کمتر باشه، حتی باهاش مساوی هم نباشه. پس یادتون نره باید درجه صورت از درجه مخرج کمتر باشه. درجه صورت باید از درجه مخرج چی باشه بچه‌ها؟ کمتر باشه. الان درجه صورت در این سوالی که من به شما دادم چنده؟ درجه مخرج چنده؟ آیا کمتره؟ خیر. کی میتونه با بگی که چی کار کنیم که الان درجه صورت از درجه مخرج چی بشه؟ کمتر بشه. نه تو مدرسه داشتیم ما دو تا چند جمله‌ای رو به هم تقسیم کنیم. دو تا چند جمله‌ای رو به هم چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. من با اجازهتون دارم صفحه رو میارم پایین، بچه‌ها عقب نیفتن. پس اولین کاری که اینجا لازمه که انجام بدم چیه؟ تقسیم. اگر الگوی یا در واقع الگوریتم تقسیم رو فراموشتون شده اینجا خوب گوش کنید، خیلی راحت یادتون میاد. صورت رو میخوام به مخرج چی کنم؟ تقسیم کنم. خب قانونش خیلی واضح بود. آقا بزرگترین جمله تقسیم بر بزرگترین جمله. x به توان 3 تقسیم بر x به توان 2 چنده؟ x. x رو در کل x2 منهای 1 چی کنید؟ ضرب بکنید، میشه x به توان 3 منهای x. از هم چی کنیم؟ کم کنیم. خب این دوتا با هم چی میشن؟ میرن. این دوتا با هم چی میشن؟ میرن. و مخلص کلام فقط چی میمونه؟ یه منفی 1 میمونه. درسته؟ دوستان ببینید چه اتفاقی افتاد. این چیه ما بود؟ صورت. حالا ما اون کلمه مخصوم اینا رو نمیگم که خیلی سخت نکنیمش. این صورت بود. این چی بود؟ مخرج. بچه‌ها اینجا نگاه کنید. این منهای 1 رو شما بهش میگین چی؟ باقی مانده.
این x رو بهش چی میگفتیم؟ خارج قسمت، درسته؟ حالا دیگه اینا بچه خودشون میدونن. قانونی که ما داریم اینه وقتی که این دوتا عبارت رو به هم تقسیم میکنیم حاصلش میشه خارج قسمت به اضافه باقی مانده تقسیم بر مخرج. پس من اگه بخوام بازنویسی کنم مطالبی که اینجا خدمتتون عرض کردم رو به این صورت می‌نویسم. انتگرال ما چی بود؟ خط کسری x به توان 3 منهای x منهای 1 به روی چی بود؟ x2 منهای 1. درسته؟ اگه میشه بچه ها خوب دقت بکنن قانونش همیشه اینه. بفرمایید میشه خارج قسمت بدون اینکه تقسیمش به چی کنیم؟ به مخرج کنیم. به علاوه باقی مانده تقسیم بر چی؟ باقی مانده تقسیم بر چی؟ مخرج. این قانون پس تو ذهنتون بمونه ها. خب الان فرق بین این انتگرالی که اول داشتیم و این انتگرالی که الان داریم در چیه؟ دوستان که زرنگ باشن میتونن جواب ما رو بدن. اصلا چرا رفتیم سراغ این کار انجام دادیم؟ که درجه صورت از درجه مخرج کمتر بشه. اینجا نبود، اینجا درجه صورت 3 بود، درجه مخرج 2. اما اینجا چی؟ اینجا درجه صورت دیگه الان 0 و درجه مخرج چنده؟ 2. اون شرط گام اول الان دیگه برقرار هست. خب استاد اون x چی میشه؟ انتگرال x چی میشه؟ x2 دوم. مرسی از اینکه امروز هم میان ترم دارید انتگرال x رو میگه x2. انتگرال x چی میشه؟ x2 دوم. اوکی؟ خیلی خوب. پس ما با اون قسمت اولش مشکلی نداریم. همه ما بلدیم انتگرال x چجوری به دست میاد. میریم سراغ قسمت بعدی. منهای 1 به روی چی؟ x2 منهای 1 dx. انتگرال x فرمودن دوستان میشه x2 دوم و این یکی رو هم براش یه اسمی بذاریم دیگه. مثلا اسمش رو چی بذاریم؟ اگه اولی رو اسمش رو گذاشتیم i، اینو مثلا اسمش رو چی بذارم؟ j. الان تو گام اولم طی شده. به انتگرالی که به من داده بودن درجه صورتش از درجه مخرجش بزرگتر بود تبدیلش کردم به چی؟ به انتگرالی که درجه صورت از درجه مخرج چیه؟ کمتره. خب اینم که دیگه اصلا انتگرالی نداره که بخوام بگیرمش. درست شد؟ پس بریم سراغ این انتگرال. تا اینجا بچه‌ها نوشتن؟ همه دارن؟ تو جلسات گذاشتم گفتم تکنیک اصلی ما تو بحث انتگرال اینه که لقمه های بزرگ رو چیکار کنیم؟ الان اون لقمه بزرگه رو چیکارش کردیم؟ بازم ولی میخوایم تو چیکارش کنیم؟ کوچولوترش. بریم سراغ گام چندم؟ گام دوم. در گام دوم حالا ما میایم این کسر رو که بهش میگیم کسر بزرگ میشکونیمش به مجموع کسرای کوچیک‌تر. کسر بزرگ رو که البته تو این سوال خیلی هم بزرگ نیست قیافش ها. کسر بزرگ را به مجموع کسرهای کوچیک‌تر چیکار میکنیم بچه ها؟ تبدیل میکنیم. خب انتگرالی که ما داشتیم j مساویه با دوباره می نویسمش انتگرال -1 به روی x به توان 2
منهای 1 دی چی؟ x. خب البته شاید هر کسی از دوستان نتونه با من همراهی بکنه، ولی بچهای زرنگ این کلاس میتونن همراهی کنن. بچه‌ها این کسر بزرگ رو بشکونمش به مجموع کسرهای کوچیک، یعنی مجموع چه کسرایی؟ الان این x2 منهای 1 شما رو یاد چه اتحادی میندازه؟ اتحاد مزدوج چی در چی؟ x منهای 1 در چی؟ x به علاوه، درسته؟ خب این تیکه رو با دقت گوش کنید. مسئله اینه صورت رو چی بذارم؟ مخرج برام واضح بود از اون اول. چرا استاد مخرج برام واضح بود؟ چون من میدونم اگر این دوتا کسر رو بخوام با هم جمع کنم مخرجاشو باید در هم چی کنم؟ و ضرب x منهای در x به علاوه چیه؟ تا اینجاش اوکی؟ مسئله اینه صورتشون چی باشه که حاصل بشه چی؟ نهایتا منفی. دقت داشته باشین صورت کسر سمت چپ باید با صورت کسر سمت راست چی بشه؟ برابر بشه دیگه. اون دوستانی که احیانا بعضی از بچه‌ها هستن جدی میگم نمیتونن دو تا کسر رو با هم چیکار کنن؟ جمع بزنن. به صورت به اصطلاح پروانه‌ای یا ضربدری این در این، درسته؟ به اضافه چی؟ این در این میشه چی کردن؟ جمع کردن دو تا کسر با هم دیگه که ایشالله دوستان دیگه یادشون موند. خب ببینید دوستان فقط یه نکته اینجا چی باید قرار بگیره؟ اینجا باید حتما در صورت‌های کسر چه صورت کسر اول چه صورت کسر دوم عدد قرار بگیره. ولی چرا؟ مخرج هاتون تعیین کننده هستن. مخرج شما چه تو مخرج اولی چه تو مخرج دوم هر دوتا چند جمله‌ای های درجه چندن؟ یک. صورت ها میشن چند جمله‌ای های درجه یه دونه کمتر. از درجه یک یه دونه کمتر میشه درجه چندی؟ درجه صفری. از درجه یک یه دونه کمتر میشه درجه چندی؟ درجه صفری. پس باید صورت عدد باشه، صورت کسر اول عدد باشه، صورت کسر دوم هم باید چی باشه؟ من اسمشو چی گذاشتم؟ آ و بی. یه سوال از اون دوستانی که زرنگ هستن بپرسم. اگر مخرج کسر اول مثلا x2 به علاوه 1 بود، اگر مخرج کسر اول چی بود؟ x2 به علاوه 1 بود، ما باید چیکار میکردیم؟ چی؟ نه صورتشو میگم چیکار باید میکردیم؟ درجه یک. درجه یک یعنی چی؟ AX به علاوه به کامل. یک چند جمله درجه یک چی می نوشتیم اون وقت؟ کامل درجه. یعنی AX به علاوه چی؟ اگر اینجا به جای x به علاوه 1 مثلا بود x2 به علاوه 9، صورت رو چی می نوشتیم؟ چند جمله درجه چندی باید می نوشتیم؟ یک. گفتم مخرج درجه چندیه الان؟ دویی. خب اگر مخرج درجه دویی باشه صورت درجه چندی باید بنویسیم؟ یکی. چی بنویسیم؟ CX به علاوه D کامل پر و پیمون. اوکی کم نذاریم. خب فعلا که الحمدلله مخرجا درجه چندی هم؟ یکی هم. پس باید صورت ها درجه چندی باشن؟ صفری باشن. مسئله اینه استاد من آ و بی رو چجوری به دستش بیارم؟ اشاره کردم دوباره هم اشاره میکنم بچه‌ها مخرج سمت چپ چه عددیه؟ نه ببخشید صورت کسر سمت چپ چه عددیه؟ منفی. صورت کسر سمت چپ چنده؟ منفی. صورت کسر سمت راست چی میشه؟ آ در x به علاوه 1 به اضافه b در x منهای 1. قبوله؟ به همین سادگی.
دو تا سمت باید با هم چی باشن؟ برابر باشن. برای هر ایکسی، برای هر ایکسی باید با هم چی باشن؟ تو میخوای چی رو به دست بیاری؟ چی و چی رو میخوای به دست بیاری؟ آ و بی. بیا به ایکس ها چی بده؟ عدد بده. خب استاد دوستتون گفت صفر رو نه، به ایکس ها چه عدد خوبی بدیم که محاسباتمون خیلی یک و چرا یک و منفی یک؟ درست میگی. مخرجا رو چی میکنن؟ یک و منفی یک صفر میکنن. دو تا نقطه میخوایم بدیم، یکیش ایکس رو چند بدیم؟ یک بدیم. اگر ایکس رو یک بدم سمت چپ که همیشه چنده؟ الان منفی یک. سمت راست اگر ایکس رو یک بدم ایکس منهای یک چنده؟ صفر. ایکس به علاوه یک چند میشه؟ دو. دو در چی؟ آ. پس کلا سمت راست میشه چی؟ دو آ. دو آ مساوی چند شده؟ پس آ چند باید باشه؟ از همینجا سریع آ چند شد؟ حدستون اینه که نقطه بعدی رو چی میخوام بدم؟ یه جا نداره. ببریم بریم یه صفحه دیگه. قد دروش می نویسیم. اینم کم. خب آ رو میدیمش منفی یک. مرسی. ایکس رو میدیمش منفی یک. ایکس رو بدم منفی یک سمت چپ همچنان چنده؟ سمت راست ایکس رو بدم منفی یک ایکس به علاوه یک چند میشه؟ ایکس منهای یک چند میشه؟ کلا سمت چپ سمت راست چی میمونه؟ منفی دو بی. مرسی. منفی دو بی. بی چند میشه؟ یک دو. خیلی سریع آ و بی چی شدن؟ به دست اومدن. دوستان سریع بنویسن وقت عقب نیفتن. من میخوام برم الان پایین جای این آ و این بی مقادیرشون رو چیکار کنم؟ جایگذاری کنم. بیارم یه ذره صفحه رو پایین. سکوت نشان رضاست. خب بریم ببینم الان چیکار میخوایم بکنیم. جی مساویس با انتگرال منفی یک به روی ایکس به توان دو منهای یک دی ایکس مساویس با انتگرال آتون بود منفی یک دوم به روی ایکس منهای یک. درست میگم؟ بیتون هم چند شد؟ یک دوم به روی چی؟ ایکس به علاوه یک. درست گفتم دیگه نه؟ آ به روی ایکس منهای یک بود، بی به روی ایکس به علاوه یک. درسته؟ خب جان آره دیگه انتگرال کسری بود. همیشه هم هست. دوستان مرحله اول چی شد؟ بگید که تو ذهنتون بمونه. درجه صورت از درجه مخرج. مرحله دوم کسر بزرگ رو بشکنیم. این کار رو بعداً تو درس دیگه هم داریم. یه کسر بزرگ رو باید چیکار کنیم؟ تجزیه کنیم به کسرهای کوچیک‌تر. خب مرحله آخر هم می‌خوایم کسرهای کوچیک رو دیگه انقدری کوچیکش کردیم که بتونیم چیکار کنیم؟ انتگرال‌های هر کدومشون رو حساب کنیم. بریم حساب کنیم مرحله آخر. مرحله سوم یا گام سوم انتگرال کسرهای کوچیک رو به کمک فرمول های زیر حساب میکنیم. این فرمول ها تو جدول بودن. چند تا فرمول مهم داریم بچه ها، این فرمول یادتون نره. بخاطر همین با قرمز می نویسم. انتگرال یو پریم به روی یو دی ایکس، اینا که خاطرشونه و ایشالا خودشون آماده کردن برای آزمون امروز. ln قدر
U. انتگرال بعدی انتگرال U پریم جان ثابت سیش حالا اینجا خیلی مد نظرم نبود دیگه، می‌خواستم فرمولا یادتون باشه. انتگرال U پریم U به توان N U به توان N به علاوه 1 به روی چی؟ N به علاوه 1. و یه انتگرال دیگه ای هم که ما جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم U پریم به روی A2 به علاوه U2. کیا خاطرشونه این از چه مدل بود؟ آرک تانژانت. ماشاءالله بلند بگو. بله X آم که U آم دیگه ایشالله درسته؟ U آم. خب عرضم به خدمتتون که به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که J هستش انتگرال منهای 1/2 به روی، اگر جای اشتباه کردم بچه‌ها به من بگن، x منهای 1 درسته؟ و به علاوه انتگرال 1/2 به روی چی؟ x به علاوه 1. درسته نوشتم؟ بالا رو من دیگه نمیبینم، بچه‌ها دقت بکنن. دوستانی که زرنگ باشن الان سریع به من میگن که استاد چرا داری منفی 1/2 رو تو انتگرال می‌نویسی؟ منفی 1/2 رو کجا بنویسم بهتره؟ تو انتگرال عددن دیگه، میشه منفی 1/2 انتگرال 1 به روی x منهای 1 و اون یکی چی؟ 1/2 انتگرال 1 به روی x به علاوه 1. خب سوال فنی، کی به ما میتونه بگی که این دوتا انتگرال با کدوم فرم؟ با کدوم یکی؟ با همون اولیه منظورته دیگه، یو پریم به روی. درسته؟ ببینید مخرج، من خودم همیشه وقتی که انتگرال کسری میبینم، من خودم همیشه هر وقت چی میبینم انتگرال کسری میبینم، اولین سوالی که از خودم میپرسم اینه آیا از نوع یو پریم به روی یو هست یا نه؟ این الان هست یا نه؟ هست دیگه. مشتق ایکس منهای یک چنده؟ یک دیگه. مشتق ایکس به علاوه یک چنده؟ اونم یک دیگه. پس از نوع کدومن؟ یو پریم به روی یو. حاصلشون چی میشه؟ ln قدر مطلق مخرج. درسته؟ یه خورده صفحه رو بیاریم پایین، بچه ها عقب نیفتیم. پس انتگرال اولی شد چی دوستان؟ ln قدر مطلق x منهای 1. انتگرال دومی هم 1/2 ln قدر مطلق x به علاوه 1 به علاوه ثابت چی؟ c. البته دوستانی که یک کمی هوش و حواس جمع‌تری داشته باشن، من اولین انتگرالم j نبود، آره آی بود. به همین یه x2 هم چیکار کنیم؟ اضافه کنیم، میشه حاصل انتگرال آیمون. بنابراین آی مساویس با x2 دوم به علاوه همین انتگرالی که اینجا حساب کردیم. من یه نکته به شما بگم دوست عزیز، ببین اگر در آزمون پایان ترم، اگه یه وقتی بچه‌هایی باشن که کم تجربه ان، آدم خیلی دلش نمیسوزه، خوبی اگه تو آزمون پایان ترم هم شما دیر برسی اجازه میدم بیای داخل. پس روز آزموناتون رو جدی تر باشید، باشه؟ یادتون نره. خب اینم میشه حاصل انتگرال آی که در ابتدا داشتیم. 3 مرحله همیشه توی بحث انتگرال‌های کسری باید چک بشه. مرحله اول بعضی از سوالا خودش طی شده، یعنی سوالی که شما بعضی وقتا به ما میدن خود درجه صورت از درجه مخرج کمتر هست، نیاز نیست که اون عملیات تقسیم انجام بدیم. من استثنا توی این مثالی که برای شما آوردم سعی کردم هر 3 مرحله توضیح داده بشه. تو مرحله دوم چیکار کردیم؟ اونا که خاطرشونه
کسر بزرگ رو شیکوندیم. قسمت در واقع سخت کار شاید اون لحظه است که ما بتونیم کسرها رو چیکار کنیم، بشکنیم، چون الواقی کسرهای کوچیکی که برای ما میمونن کسرهای ساده ای هستن و انتگرالاشون رو به راحتی میتونیم چیکار کنیم، بگیریم. بچه‌ها همه تکنیکا دستشون اومد؟ ببینید این تکنیکی که الان اینجا خدمت شما گفتم دیگه میشه گفت آخرین تکنیک بحث انتگرالای نامعین. یه بار مرور کنیم. تمام تکنیک های انتگرال ها به این صورت میشن. یکی خواص انتگرال رو جمع و تفریق باز میشه، عدد ازش میاد بیرون. دو، جدول انتگرال ها. شما باید به راحتی بتونید انتگرال توابع شناخته شده رو بگیرید، چند جمله ها، تابع ثابت، مثلثاتی ها، نمایی ها، درسته؟ عرضم به خدمتتون بعضی از تابع های دیگه مثلا رادیکالیا، کسریا، اون جدول پروپیمونی که بهتون دادم و باید بهش مسلط باشید. پس نکته دوم چی شد؟ جدول انتگرال. بعد تکنیک های انتگرال گیریم مثل چه روشایی؟ روش تغییر متغیر. هر چیزی رو که خواستید بگیرید تو بحث تغییر متغیر، اگر یه چیز رو خواستید یو بگیرید، یو پریمش هم باید تو انتگرال باشه. ببینید بارها تکرار کردیم، درسته؟ روش حالا چی شما فرمودین؟ جز به جز. روش جز به جز گفتیم هر جای ازش استفاده، کجا ازش استفاده میکنیم؟ چند جمله‌ای در نمایی، چند جمله‌ای در مثلثاتی، نمایی در مثلثاتی، LN در چند جمله‌ای، آرک در چند جمله‌ای، درسته؟ اینا رو تو ذهنتون نگه دارید. عموما با جدول چی میرفتیم جلوی محاسباتمون دیگه؟ یو دی بی نخواد، جدول تی. و جلسه گذشته یه تکنیک در مورد انتگرالای مثلثاتی دادم که گفتم از اتحادها باید استفاده بشه. چه اتحادهایی برای ما مهم بودن؟ آره، توان شکن خیلی مهمه، تبدیل ضرب به جمع خیلی مهمه، سینوس 2 مساوی با 1 منهای کوسینوس 2، کوسینوس 2 مساوی با 1 منهای سینوس 2. اینا اتحادهای مهمه ما بودن. و این جلسه هم دیگه آخرین تکنیکی که ما داشتیم انتگرالای چی شدن؟ کسری. انتگرال کسری هم متد خودشونو دارن که ما باید از همین متد اینا بریم. خب ما دوستان دقت داشته باشم، ما روز پنجشنبه با اینکه من خودم کار دارم، کلاس‌های جای دیگه ما کنسل دارم میکنم به احترام شما. بچه‌ها گفتن استاد 8 صبح زوده، منم گفتم چشم 10 صبح. 10 صبح تا 12 ظهر روز پنجشنبه همین هفته دوستان تشریف بیارن. هر جای مطلبم خودتونم نیاز به رفع اشکال داشتید، سوال داشتید، مطرح کنید. منم بحثایی که مونده رو سعی میکنم تموم کنم. روز دوشنبه هفته آینده به هر دلیلی تا الان نبودید، جلسه آخر هیچ استادی رو از دست ندید. معمولا استادا جلسه آخر خیلی نکات مهمی میگن. آقا اینجا میاد، اینجا نمیاد، فلان جا مهم نیست، فلان جا مهمه. اوکی؟ پس جلسه آخرمون روز دوشنبه رو از دست دوستان ندن. ما یه مبحث دیگه ای رو که داریم، بحث کاربردهای انتگرال و بحث عرضم به خدمتتون اعداد مختلط، چون زمان شاید خیلی زیادی هم نداشته باشیم، من مرور میکنم بحث اعداد مختلط رو. دوستان دقت بکنن، اعداد مختلط حضوری دیگه، چون آنلاین چیزی که من دیدم خیلی جذابیت نداشت، ولی من تو آنلاینم اگه تونستم مثلا بعد از اون پنجشنبه بازم اگه تونستم، قول ندم، اگه تونستم آنلاینم براتون کلاس برگزار میکنم به احترام بچه‌ها که چون یک ماه و خورده تقریبا دیرتر تونستم بیان وارد کلاس بشن. خب اول قبل از اینکه بحث اعداد مختلط رو مطرح کنم، یه مرور تاریخی ناچارم داشته باشم رو بحث بقیه اعداد. دوستان اگر ازتون بپرسم که اولین مجموعه اعدادی که طبیعتاً بشر اونو اول شناخته بود چه مجموعه اعدادی بوده؟ اسمم رو گذاشتم روش دیگه. مجموعه اعداد چی؟ طبیعی. مجموعه اعداد طبیعی مجموعه اعداد چی و چی و چی و چی و چی؟ 1 2 3 تا الی آخر هستن. خب خیلی از افراد در ساخت اعداد طبیعی، هم ایرانی‌ها، هم هندی‌ها، هم مصری‌ها، هم رومی‌ها، هم یونانی‌ها، همه در ساخت اعداد طبیعی دخیل. اعداد طبیعی خیلی جاها کار بشر رو راه مینداخت.
اما رسیدن به این که خب اعداد طبیعی چه خواصی داره. واقعا مجموعه اعداد طبیعی رو بررسی دقیق تری کردن، دیدن یک مجموعه است که توش هم چی داریم، هم جمع داریم، هم ضرب داریم. ما میدونیم الان جمع اعداد طبیعی چجوری محاسب میشه، ضرب اعداد طبیعی چجوری محاسب میشه، درسته؟ شاید باورتون نشه ولی از عمر عدد صفر کمتر از شاید 700 ساله که میگذره. با رشد فکری انسان، ریاضیات هم همزمان با اون چی کرد؟ رشد کرد. نمیدونم دقیقاً اولین کسی که این سوالو پرسید چه کسی بوده، ولی بالاخره این سوال مطرح شد. معادله x به علاوه 1 مساوی با 1 آیا جوابی داره یا نه؟ یک چیه؟ معادله است دیگه. معادله x به علاوه 1 مساوی با 1 آیا جوابی در مجموع اعداد طبیعی داشت؟ نه. اومدن یک عددی به اسم عدد چی؟ صفر رو اضافه کردن به مجموع اعداد طبیعی، شد مجموع اعداد به قول شما چی؟ حسابی. درسته؟ خب گفتن آقا همینطوری که نمیتونی یه عدد به مجموع اعداد اضافه کنی، این عدد باید با بقیه سازگار باشه. شما مثلا یه نفر از بیرون کلاس بیاد تو کلاس شما، مثلا 2 تا سر داشته باشه، 3 تا پا داشته باشه، آقا ما هیولا رو آوردیم تو کلاس، این کیه؟ چیه؟ ما آدمیم، این چیه؟ انسان. این صفری که اضافه شد باید با بقیه چی باشه؟ همخونی داشته باشه. یعنی نسبت به 2 تا عمل جمع و ضرب با بقیه چی باشه؟ همخونی داشته باشه. آقا صفر با بقیه جمعش ما الان میدونیم چجوری میشه، درسته؟ هیچ تأثیری تو جمع. صفر ضرب در هر چیزی هم صفر باشه. درست شد، اوکی، مسئله حل شد. هر چیز جدیدی خواستم به مجموعشون اضافه کنم باید 2 تا قانون رو در نظر بگیرن. چه قانونی؟ جمع ضرب. صفر با جمع و ضرب بقیه اعداد مشکلی نداشت، همخونی داشت، بچه خوبی بود، قاطی بقیه قرارش دادن. به محض اینکه تونستن مجموع اعداد به اصطلاح حسابی رو بسازن، این سوال مطرح شد. خیلی خوب، با همون تفکری که صفر پیدا شد. صفر چجوری پیدا شد؟ جواب معادله x به علاوه مساوی با 1. حالا این سوال مطرح شد، معادله x به علاوه 1 مساوی با 0 چه جوابی داره؟ خب منفی که قبلا تو مجموع اعدادشون نداشتن، ناچار شدن اونا منفی ها رو هم چیکار کنن؟ بیارن. پس به همون صورتی که صفر رو به مجموع اعداد طبیعی اضافه کردن، به همین صورت مجموع اعداد منفی رو هم به مجموع اعداد حسابی چیکار کردن؟ اضافه شون کردن. شد -2 -1 0 1 2 تا الی آخر. این سمت هم از این ور یه مجموع پروپیمونی به وجود اومد، اسمش رو چی گذاشتیم؟ مجموع اعداد صحیح. خب استاد سوال، من یه سری عددا دارم به مجموع اعداد قبلی که میشناختم اضافه میکنم، شما خودت به من گفتی 2 تا چیز باید چی بشه؟ سر جاش بیاد دیگه، درسته؟ الان جمع اعداد منفی با خودشون چجوری میشه؟ ما میگیم میدونیم چجوری میشه. ضربشون چجوری میشه؟ میگیم میدونیم چجوری میشه. این اعداد هر سری که به مجموع اعداد قبلی اضافه میشدن جوری اضافه میشدن که با تو جمع و تو ضرب به مشکل نخوریم. خب به نظر شما بعد از مجموع اعداد صحیح با حل چه معادله‌ای به مجموع اعداد گویا میرسیم؟ معادله مثلا 2x مساوی با 1. آیا معادله 2x مساوی با 1 تو مجموع اعداد صحیح جوابی داشت؟ نه. این میشه چه مجموع اعدادی؟ گویا کسریا. کسریا رو هم آوردن به مجموع اعداد صحیح چیکار کردن؟ اضافه شون کردن که ما امروز به اونا رو به چه اعدادی میشناسیم؟ گویا. اعداد گویا میشن مجموع اعداد کسری که صورت و مخرج همگی اعداد صحیح هستن
و مخرج چی نیست؟ صفر نیست. این مجموع اعداد جدید که بهشون گفتیم مجموع اعداد چی؟ کسری. مجموع اعداد قبلی رو شامل چطور شامل میشه؟ چطوری مجموع اعداد گویا مجموع اعداد صحیح شاملن؟ کافی که مخرجای کسرا رو چی بذارید؟ یک بذارید، میشن اعداد چی؟ صحیح دیگه. مجموع اعداد گویا مجموع بزرگتر از مجموع اعداد زد هستش. زد رو در بر میگیره، درسته؟ کافیه که تو کسر اعداد کسریتون مخرجا رو چی بذارید؟ یک بذارید، میشن همون اعداد چی؟ صحیح. منتها مسئله دو تا چیزه. جمع این اعداد و ما الان جمع دو تا عدد گویا رو بلدیم، درسته؟ مخرج گیری، مخرج مشترک گیری و فلان. ضرب اعداد گویا مخرجا تو هم ضرب صورتا. خیلی خوب، اینم مشکلش رو چیکار کردن؟ حل کردن. یه مجموعه اعداد چی به وجود اومد؟ بزرگ، جدید. اگر حالا به بچه ساعت قبلی نگفتم ولی به شما میگم، شاید باورش سخت باشه ولی مجموعه اعداد گویا عمرش خیلی طولانی تر از مجموعه اعداد حسابیه. یعنی قبل از مجموعه اعداد حسابی مجموعه اعداد گویا رو تا یه جایی تقریبا میشناختن. یعنی اعداد کسری رو چیه؟ میشناختن. فیثاغورسی ها و اینها اعداد گویا رو میشناختن. به هر صورت میتونستن تقسیم بکنن دیگه، فقط اعداد حسابی مشکلشون اعداد صفر بود. صفر براشون معنی نداشت. یعنی هیچ وقت خودشون رو سعی میکردن به یه همچین معادله‌ای نرسونن. درسته؟ خب جانم، خب دیگه مخرج هیچ وقت اصلا به براشون پیش نمیاد که صفر رو بخوام بذارن. خب بعد از این که مجموع اعداد چی به وجود اومد؟ مجموع اعداد گویا به وجود اومد. به نظر شما با حل چه معادله‌ای مجموع اعداد گنگ به وجود اومد؟ معادله های مثل x2 مساوی با 2، x2 مساوی با 3، x2 مساوی با 5. درسته؟ این معادلات جوابی تو مجموع اعداد گویا نداشت. درسته؟ حالا اگه بگم الان شاید خندتون بگیره ولی در زمان فیثاغورس به این موضوع رسیده بودن که معادله x2 مساوی با 2 جوابی نداره. یعنی هیچ مربعی وجود نداره که مساحتش چی بشه؟ 2 بشه. چون اونا فرضشون همیشه بر این بود که اعداد فقط اعداد چی هن؟ گویان. غیر اعداد گویا اعداد دیگه ای نداریم. انقدر به این باور دیگه رسیده بودن و خیلی بهش ایمان داشتن، اگه کسی خارج این حرف میزد. خب ولی ما بعدن یه خورده عقل انسان رشد کرد، فهمید که چرا اعدادی هستن که وقتی به توان 2 برسن چی بشن؟ 2 بشن. به نظر شما با کشف این اعداد چه مجموع اعداد بزرگتری به وجود اومد؟ شما میگین گنگ، ولی هر بار که من الان به شما مجموع اعداد معرفی کردم مجموع اعداد قبلی رو چی میگرفت؟ در بر میگرفت. مجموع اعداد گنگ مجموع اعداد گویا رو در بر میگیره. آها، یکی گفت مجموع اعداد حقیقی معرفی شدن. مجموع اعدادی که هم چیا رو در بر دارن، هم چیا رو در بر دارن، هم کیو رو در بر داره، هم اعداد گنگ کیو پریم رو در بر داره. اعداد گنگ رو چی تعریف کردن؟ گفتن اعدادی هستن که اعشاری ان، اعشارشون خاتمه پیدا نمیکنه، بسته اعشاریشون هم تکراری نیست. اینا میشن اعداد چی؟ گویا، گنگ. میشن اعداد گنگ. خب اعداد حقیقی یه مجموعه جدیدی بود. یه مجموعه بود که کامل بود. هر عددی که تا اون موقع باش سر کار داشتن و میتونستن تو اعداد حقیقی چیکارش کنن؟ پیداش کنن. همین الان ما مثلا تو همین کلاسمون توی درس ریاضی 1 اگه شما خاطرتون باشه با عدد چی آشنا شدیم؟ ای، عدد نپه 2.7 خورده ای. درسته؟ تعریفش رو حالا به یه نوعی تعریف کردیم که عدد ای چجوری به تعریف میشه. ولی این عدد بالاخره
عددی است از مجموع اعداد چی؟ حقیقی. مجموع اعداد حقیقی یه مجموعه کامله، شامل اعداد گویا، شامل اعداد گنگ، جمعشون مشخص، ضربشون مشخص، عدد پی و شامله، عدد ای و شامله. عالی بود مجموع اعداد حقیقی. اما یه نفر پیدا شد به اسم کاردان اگه اشتباه نکنم که آقا گفتش که شما چجوری مجموع اعداد رو ساختید؟ گفته آقا هر بار یه معادله جواب نداشت، ما چیکار کردیم؟ مجموع جواباشو آوردیم به مجموع جواب قبلی اضافه کردیم. گفت خب این معادله چی؟ گفت معادله x به توان 2 مساوی با منفی 1 چی؟ گفت این جواب نداره، هیچ عدد حقیقی نیستش که به توان 2 برسه منفی بشه. گفت خب با همون تفکری که صفر رو اضافه کردید، با همون تفکری که اعداد منفی رو اضافه کردید، با همون تفکری که اعداد کسری رو اضافه کردید، با همون تفکری که اعداد گنگ رو اضافه کردید، بیاید اعداد موهومی رو هم چیکار کنید؟ ما اینا الان اعدادی که میخوام بگم به اسم چی میشناسیم؟ اعداد موهومی. گفت آقا یعنی چی؟ گفت خب شما میگید آقا معادله x2 مساوی با منهای 1 تو مجموعه قبلی جواب، الان یه عدد جدید اضافه کنید، اسمشو چی بذارید؟ آی حرف اول کلمه ایمجینری به معنی چیه؟ موهومی. اسمشو چی گذاشتن؟ عدد موهومی. گفت خب این عدد موهومی قرار چی باشه؟ گفت عددی است که وقتی به توان 2 برسه چند بشه؟ منفی. گفت خب آخه پسر خوب، ما اگر هر عددی رو اضافه کردیم به مجموع قبلیمون دو تا چیز برقرار بود، جمعشون، ضربشون. الان من آی ضرب در 2 چی میشه؟ گفت خب میشه 2 آی. اینم یه عدد جدیده. گفت خب آی ضرب در 3 چی میشه؟ گفت خب 3 آی. گفت مثلا آی ضرب در هر عدد حقیقی چی بنویسیم؟ گفت خب آی. اینا من عدد جدید اضافه کرد. همینطوری نبودن، اینا رو چیکار کرد؟ اضافه کرد. گفت خب حالا فرض کن با یک کلک دشتی 2 آی داریم، 3 آی داریم، منهای 5 آی داریم. اینا ضربشون اوکی، جمعشون چی؟ گفت خب مثلا چی؟ گفت مثلا 2 آی به علاوه 1 چی میشه؟ گفت خب میشه 2 آی به علاوه 1. گفت 3 آی به علاوه 6 چی میشه؟ گفت میشه 3 آی به علاوه 6. کلا آی به علاوه چی؟ بی. مثلا مجموعه جدید رو به این صورت معرفی کرد. گفت خب مثلا میخوای مجموعت بازم ممکنه بزرگتر شه؟ گفت نه همین بسته. مجموعه جدید رو چی تعریف کرد؟ مجموعه آی به علاوه بی، که این و بی اعداد چی هن؟ اعداد حقیقی. احسن. و خود آی چیه؟ موهومی. چه خاصیتی داره؟ این مهمه. به توان 2 برسه چند میشه؟ منفیه. گفتن بذارید ببینیم، ما ازت سوال میپرسیم، اگر این مجموعه بخواد مجموعه درستی باشه باید جمع دو تا عدد مختلط چی بشن؟ بشن عدد مختلط. اسم این مجموعه اعداد بچه‌ها چی گذاشتن؟ اعداد چی؟ مختلط. اعداد مختلط فرمتشون چجوریه؟ آی به علاوه بی. بهش میگن اعداد چی؟ مختلط. مجموعهشو چرا با حرف سی نشونش میدن؟ یه خط هم روش میکشن با سی معمولی قاطی نشه. سی حرف اول کلمه چیه؟ کنترل. کامپلکس به معنی چی؟ مختلط. جان که با سی معمولی قاطی نشه. برای آر هم همین کارو میکردیم اگه خاطرتون باشه. خب گفتن آقا شما الان اگر دو تا عدد مختلط داشته باشید جمعشون هم باید بشه عدد مختلط، ضربشون هم باید بشه عدد. خب بیا مثال بزن. مثلا الان شما نگاه کن، 2 آی به علاوه 1 جمعش با منهای 5 آی به علاوه 4.
قبوله؟ جمعش چجوری به نظر شما باید این دو تا عدد مختلف رو با هم جمع کنیم؟ اونایی که خیلی عادی دیگه به قول شما، اونایی که چی خوردن؟ ضریب آی خوردن با هم، 2 آی و منهای 5 آی جمعش چقدر میشه؟ منفی 3 آی دیگه. اونایی هم که ضریب آی نخوردن با هم 1 و 4 جمعش چقدر میشه؟ دقیقا تو همون فرمت هست. یک ضریبی در آی به علاوه چی؟ بچه‌ها این ضرایبی که من دارم می‌نویسم آ و بی میتونن صفر هم باشن. اوکی؟ گفت خب جمعشون اوکی، شاید ضربشون مشکل داشته باشه. گفت خب بیا ضرب کنیم. 2 آی به علاوه 1 ضرب داره منهای 5 آی به علاوه 4. توقع دارید که چجوری اینا رو تو هم ضرب کنم؟ 2 آی رو در چی ضرب کنم؟ منهای 5. چقدر میشه منهای 5 آی؟ منفی 10 آی به توان 2. دوباره 2 آی در چی حالا؟ 4 میشه چقدر؟ 8 آی. قبوله؟ 1 در منهای 5 آی چقدر؟ منهای 5 آی. و آخریش 1 در 4 چقدر؟ 4. اینجا اومدن مچشو بگیرن، گفتن خب نگاه کن ما با اون 8 آی و منهای 5 آی و 4 کار نداریم، اونا اوکی. این منهای 10 آی 2 تو فرمت اینجایی که گفتی نیست. شما باشین جاش چه جواب میدادی؟ 10. این آی 2 رو جاش چی میذاریم؟ منفی 1. همونجا الان گفتیم بودیم هر بار آی به توان 2 ببینیم جاش چی میذاریم؟ منفی 1. اونم این کارو کرد. الان یه منفی 1 داری در یه منفی 10 مثبت چقدر؟ 10. با یه 4 داریم میشه چقدر؟ 4. یه 8 آی داری با یه منهای 5 آی، این چقدر؟ به همین راحتی این دوتا هم با هم چی کردی؟ در هم چی کردی؟ ضرب کردی. حاصلش چقدر شد؟ 14 به علاوه. فرقی میکنه بگم 3 آی به علاوه 14 یا 14 به علاوه 3 آی؟ نه، 3 به علاوه 2 با 2 به علاوه 3 چه فرق میکنه؟ فرقی میکنه بگم 14 به علاوه آی ضرب در 3 یا بگم 14 به اضافه 3 ضرب در آی؟ نه دیگه. آی ضرب در 3 با 3 ضرب در آی فرقی داره یا نداره؟ نداره. 2 ضرب در 3 با 3 ضرب در 2 فرقی. همون قوانین و خواصی که اعداد طبیعی داشتن تقریبا همونا رو هم کی داره؟ مجموع اعداد مختلط داره. درست شد؟ جان نه، سی مجموعه اعداد مختلط به آی میگیم عدد موهومی. درست شد؟ یادتون نره. همه اینو داریم. یه مثالی هم بود که من گفتم جان چرا؟ الان میگم مثلا دقیقاً جانم. آره دقیقاً همون صحبت دوستمون بود. اگه اینو بچه‌ها همه دارن من یه دونه همین مثالی که بچه‌ها دارن میگم بنویسیم. ببینید دوستانتون میپرسن میگن آقا استاد اگه آی توانایی بیشتر از 2 داشته باشه چی؟ مثلا عدد موهومی آی به توان 3 برسه چی میشه به نظرتون؟ منفی چی میشه؟ منفی آی میشه دیگه. چرا؟ این انگار که بگی آی 2 ضرب در چی؟ درسته؟ میشه چی؟ میشه منفی آی. یه بار من کاملش رو بگم دوستان که دارن می‌نویسن. ببین آی به توان 1 چنده؟ خود آی به توان 2 چنده؟ منفی 1. آی به توان 3 چنده؟ منفی آی. توقعتونه که آی به توان 4 چند بشه؟ 1 بشه دیگه. الان آی 2 رو به توان چند برسونید؟
2 برسونید. انگار که منفی 1 رو به توان چند برسونیم؟ حاصل چند باید بشه؟ 1. درسته؟ ولی محاسبه نکرده بچه آی به توان 5 چند باید باشه؟ خود آی به توان 5 میشه خود چی؟ آی به توان 6 توقع داریم چی باشه؟ منفی آی به توان 7 اون البته گفتید فکر کنم منفی من منفی 1 منظورتون بوده ها. آی به توان 7 منهای آی به توان 8 1. نگاه کنید انگار 4 تایی دارن چی میشن؟ تکرار میشن. درسته؟ پس یه سوال دارم، چی تعیین کننده اینه که کدومی که از این 4 تا حالت قرار رخ بده؟ این توانه. درسته؟ اگر این توانه باقی مانده تقسیمش به 4 1 باشه، همگی حاصلشون چند میشه؟ اگه باقی مانده تقسیمشون به عدد 4 2 باشه، همگی حاصلشون چند میشه؟ منفی 1. اگه باقی مانده تقسیمشون به عدد 4 3 باشه، حاصل همگی چند میشه؟ منفی درسته؟ اگه باقی مانده تقسیمشون به عدد 4 یا همون در واقع 3 باشه، در واقع ضریبی از چی باشه؟ 4 باشه. توانا اگه ضریبی از 4 باشن، حاصل آی به توان اون اعداد چی میشه همیشه؟ 1. یک سوال دارم از دوستان زرنگمون. آی به توان سال 2026 امسال دیگه ایشالله 2026 باقی مانده تقسیمش به 4 چنده؟ دیگه باقی مانده تقسیمش به 4 چنده؟ 2. انگار که بگم آی به توان چند؟ 2. آی به توان 2 هم که چنده؟ اوکی. پس دوستان دقت داشته باشن در مورد جمع اعداد مختلط ضرب اعداد مختلط خیلی ما چیز پیچیده‌ای در کار نداریم همینو دارم. آره دیگه تمام. مثلا الان 2024 2026 رو تقسیم به 4 کنیم، باقی موندهش هم میشه 2 میشه دیگه. 2024ش ضریب 4 میشه، یه 26 یه 2 اضافه جان. آره 2027ش میشه منهای آی. 2025ش چی بوده؟ آی بوده. امسال سال چی بوده؟ سال من بوده. آی چی میشه به انگلیسی؟ من میشه. تازه 2000. خب سوال بعدی من از دوستان زرنگمون اینه، با توجه به توضیحاتی که دادیم ببین الان این سوال من رو دوباره بچه‌ها جواب بدن. معادله x2 مساوی با منفی 1 جوابش چی شد پس؟ آی. شما میگید آی، ولی اگر مثلا اینجا به جای 1 مثبت 1 بود بازم میگفتید مثلا آی، میگفتید مثبت منفی 1. اینجا که شده x2 مساوی با منفی 1 چرا نمیگید مثبت منفی؟ درستش این که چی بگیم؟ مثبت منفی آی. چرا؟ هم مثبت آی به توان 2 میشه منفی 1، هم منفی آی به توان 2 میشه منفی 1. درسته؟ خب من یه سوالی دارم. الان من میخوام معادله x به توان 2 به علاوه x به علاوه 1 مساوی با 0 رو چیکارش کنم؟
حلش کنم. درسته؟ شما تو مدرسه بودید با چه روشی حلش میکردی؟ با چی؟ با چه روشی حلش میکردی؟ دلتا. دلتاش چی میشه؟ پی دو منهای آسش من میدونم، بگید آخرش چند؟ منهای 3. ببینید من خودم گوشیم زنگ بخوره میرم از کلاس بیرون صحبت میکنم برمیگردم. منهای 3 باشه تو مدرسه چی میگفتیم؟ میگیم جواب تو مجموعه اعداد مختلف جواب داره، 2 تا هم جواب داره. درسته که دلتا منفیه ولی ما دیگه نمیگیم جواب. اون مال کجا بود؟ مال اعداد حقیقی بود. تو اعداد حقیقی جواب، اما تو اعداد مختلف جواب داره. چند تا هم جواب داره؟ 2 تا جواب داره. چرا 2 تا جواب داره استاد؟ نه، تعیین کننده جواب چیه؟ درجه است. معادله درجه چنده؟ چند تا جواب؟ 2 تا جواب. اگه درجه 5 بود چند تا جواب؟ مجموع اعداد مختلف مجموعه کاملتری از مجموع اعداد حقیقیه. تمام معادلات درجه n دقیقاً چند تا جواب دارن اونجا؟ n تا جواب داره. البته با در نظر گرفتن تکرار شدنشون. چون شما یادتون میاد تو مدرسه هم داشتید دیگه، دلتا 0 میشد میگفتیم که ریشه مضاعف داره، یعنی ریشه چند بار ریشه است در واقع؟ 2 بار ریشه. این هم همینطور. خب حالا الان من میخوام برم جواباشو به شما بگم. شما باز دوباره برگردیم به مدرسه. تو مدرسه به ما میگفتن که جوابا رو چی باید بنویسیم؟ بگید فرمولش چی بود؟ با فرض اینکه دلتا مثبته ها منفی ب به علاوه منهای رادیکال دلتا. درسته؟ منفی بتون چی میشه اینجا؟ به علاوه منهای رادیکال چی؟ منفی 3 بروی چی؟ 2. اوکی تا اینجا قبول؟ استاد رادیکال منفی 3 چیه؟ چه عددی میشناسید که به توان 2 برسه بشه منفی 1؟ مثبت منفی آی. چه عددی میشناسید که به توان 2 برسه بشه منفی 3؟ مثبت منفی رادیکال 3 آی. ما با رادیکال 3 مشکلی نداریم ما با رادیکال 3 مشکلی، اون چیزی که کارو خراب کرده چیه؟ منفیه. منفی جورشو کی میکشه؟ آی. جور اون منفیه رو کی میکشه؟ آی. پس من کاری ندارم که اینجا چیه. منفی که هیچ، مثبت منفی هم همچنان باش. رادیکال 3 هم گفتم باش مشکلی چیه؟ فقط استاد اون رادیکال منفی 1 چی؟ جورشو قرار کی بکشه؟ آی. تقسیم بر چند؟ شد چند تا جواب؟ 2 تا جواب. استاد اون 2 تا جواب چیان؟ خوب نگاه کن. یکیش میشه منفی 1 دوم به علاوه آی در رادیکال 3 دوم. این منفی 1 تقسیم به چند؟ این رادیکال 3 تقسیم به چند؟ این هم به همین صورت. جواب دوم کی ما میگه ما بنویسیم؟ منفی 1 دوم منهای آی رادیکال 3 چندم؟ 3 دوم. پس به همین صورت ما بقیه معادلاتی که تا قبل از این نمیتونستیم حل کنیم ما میتونیم چیکار کنیم؟ حلش کنیم. سوالی که پرسید چی بود؟ آقا اعداد مختلف رو چطوری رسمش کنیم؟ درسته؟ اعداد حقیقی رو کجا رسمش میکردیم؟ رو محور. درسته؟ آقا یه وسطش رو میگرفتیم 0، این سمت جلوتر میرفتیم اعداد مثبت بودن، عقب‌تر میومدیم اعداد. ایده‌تون برای اینکه اعداد مختلف رو رسمش بکنیم چجوریه؟ به نظرتون با توجه به اینکه هم آ دارن هم بی دارن، اعداد مختلف رو کجا میکشنش؟ رو محور رو یا رو صفحه؟ رو صفحه. چرا رو صفحه میکشن؟ چرا رو محور نمیکشن؟
چند تا در واقع پارامتری که عدد مختلط مشخص میکنه؟ یه دونه یا دو تا، یه آ یه بی. چون دوتاییه مثلا نقطه 2 و 1، نقطه 2 و 1 رو رو محور میکشیدید جلو صفحه. اینم انگار که بگید نقطه 2 به اضافه 1 آی. اتفاقا دقیقا با اون یکی هم هست. چون بچه‌ها دارن یادداشت میکنن ثبت کردم، وگرنه میکشیدم. سوال خوبی بود. جان صفحه چی شده؟ نه اینو بچه‌ها بنویسن الان صفحه رو میشه. خب چقدر اتاق گرم شد. آره فکرم یه ساعتی که شما هم خسته اید و اینم فقط به احترام دوستمون سری روی صفحه بگیم. خب این قبلا اسمشو میذاشیم صفحه XY، الان اسمشو میذاریم صفحه حقیقی و موهومی، ریل و IM ایمیجینری پارت. ببینید به شما بگن که مثلا عدد، معمولا هم بچه‌ها اعداد مختلط رو با x دیگه نشون نمیدن، با z نشون میدن. عدد مختلط z مساوی با 3 منهای 2 آی رو رسمش کنید. شما میگید آقا 3 تا میریم جلو، حالا بذارید 3 به علاوه 2 آی بذارم که برم بالا، چون 2 تا هم میایم بالا. این عدد چی باشه؟ 3 به علاوه 2 آی. هیچ فرقی با نقطه 3 و 2 که سابق باش کار میکردیم چیه؟ نداره. فقط یه نکته ریزی اونجا هست. من اینجا رو عدد 2 نذاشتم. چی نوشتم؟ 2 آی. یه ذره بزرگتر بنویسن که بچه‌ها باز بهتر ببینن منظور من، بهتر متوجه بشن. این نقطه ها رو 2 نذاشتم، 2 آی گذاشتم. تا قبل از این محور عمودی ما محور ایگرگا بود. الان میشه محور موهومیا. یعنی هر عددی که رو این محور قرار میگیره یه ضریب چی میخوره؟ آی میخوره. 1 آی، 2 آی، 3 آی، 4 آی، منهای 1 آی، منهای 2 آی، منهای 3 آی. بعد برعکس نمیشه، مثلا هرچی آیش رو به عدد کمتر باشه ضریبش اینو منفی‌تر باشه. قدرت تخیلت رفته بالا ها. نه همچین خاصیتی نداره.